دوستان عزیز، این حال ما در مرکز آش قرار داریم و امروز 100 چهره موفق سال وینک تبریک انا تبریک مبارک شد سلام دوستان عزیز، روز همگی بخیر و شادی باشه. امروز همان روز آمد که 100 چهره موفق سال، یعنی در سال 2024 معین می‌گردم. خلاص دوستان دکتر. بله. دوستان عزیز، 100 چهره موفق سال اینها کیا هستند؟ آنها نفرانی هستند که در سال 2024 آنها در دل خود کسب و کار گوناگون موفق شدند. آنها توانستند که سال 2024 در بین جامعه، در کسب و کارها، در بین کارمندان خود یعنی که یک نتیجه خوب داده باشند. امروز ها انامین برای ما البته معلوم نیست که این 100 چهره کی است، چون که اینها از طرف انامون چی میگن جوری انتخاب میگردد و آن رو هم مردم انتخاب میکنند. همین خاطر انتظار میشه برنامه حکایت دوست مراد رو تماشا کنید، معلوم میشود. میریم یک جای دیدن میکنیم چهره موفق سال. دوستان عزیز، این حال ما در مرکز آش قرار داریم و امروز 100 چهره موفق سال دیدن میکنیم که کدام نفرها در این سال 2024 چهره شدن. یک جای میدرویم انا ببینیم که مرکز آشی پلاو. خب اینا دوستان عزیز اومدیم الکی اینا نشانی همو 100 چهره موفق. اینا در اینجا دکتر دوست عزیز ما اونا پرویز جان خودی آمریکا، انا دختر که زیبا اونایی که هر روز در فیسبوک تماشا میکنید زینب بونو انا نفرایی که در اینجا حضور دارن ما الکی نشستن الکی قریب اومده شدستن سر میشود دیدن میکنیم کی میشه چهره موفق سال. تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده و سازنده معرفی نمودند. 100 چهره که صدقاً و صمیمانه در اطراف سیاست خردمندانه و دوربینانه پیشوای ملت انا خواهرکای من بینم یا رقص میکنه. خالی میبرند. مردم دهی سیم میگویم بمیده ابله را یک خری بزرگی بارکش خالی رفته ایستاده است، دو کس پیاده. پدر حیران میشود و دهی چورو میرود و هر دو به خر مینشینند، هم پدر هم پسر. مردم دهی چورو میگویم ببینید پدر و پسر بی‌رحم را که با یک خر بیچاره رحم نمیکنند و در بالای یک خر 2 نفر نشستند. پدر از این گفتار در اون است که جامعه همه یک نمیاندیشند، همه یک عقیده و یک رفتار و یک گفتار ندارند. اصلا مدل جایزه های همکاران و بنافرانی که در برگزاری چهارمین مذکور سهم گذاشتند خورشید ستاروف، دیزاینر، طراح شناخته، پروفسور فخری دانشگاه پکین. مرحبا در اینجا باشند. نظرف را با کفکوبی های شما دعوت می‌سازیم. استقبال می‌گیریم. مرحبا. دلیر نظرف استودیو بهترین آوازخوان سجودم ملتی من سرودی عمر من پایان پذیرد تو میخوانی. سرودم ملتی من آل جیلت دار بود مادری من که مزار بود
مادری من مادری همه ما دوستای میخوانم از نام جالبی که از نام خودم پا میری تو و یا وخشانی پا میری تو و یا وخشانی کورا میری تو و یا رشتانی از سوختی یا زرفشانی جانم هستی چه تاجیکستانی من باشد تشکر زیاد استاد عزیز ما را همراهی کرده باشد استاد ما را همراهی کرده جسور و ترتیبگر این وطن محبوب یک قرصک و افتخارشان ممکنم با پیراهنی زیبای زیبنده است مبارک باشد احسن به زمان هموطن ایستادن چون مرد به خدمت وطن ایستادن مبارک باشد میرزا شریف عبدالصمد فعال شورای شهروندی از روی نمینت ترغیب غایه‌های ملی تبریک تبریک هنرمندی شایسته تاجیکستان ملکه صحنه تئاتر و سینمای تاجیک مبارک باشد تشکر زیاد وینک نویچون پیرماتov هنرمند و رژیسور از رشته فرهنگ و صنعت انا تبریک تبریک مبارک شد انا تبریک و هممون تبریک رحمت امیر جان روزیو سراینده از روی نمینت فرهنگ صنعت و هنر ما فکر میکنیم که از دیدن پرویز در هر شبکه یک طبعا بریده میشود زیرا خود یک جوانی بسیار چیرکشان است و با لحن تاجیکی از نیویورک همیشه به هموطنان عزیز سلام میفرستند. خوش آمدید مبارک باشد مبارک باشد. خب محمد رحیم زاده دیرکتور مؤسسه دولتی مرکزی تیوی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نمینت تندرستی تبریک برادر تبریک جاوید جمشیدوف مدیر شورای جراحی قفس سینه مؤسسه دولتی همین روز رسالت هر یک بلاگر برای معرفی تمام گوشه و کنار تاجیکستان و بحری تبریک زیباور سفر مدیر در نمینت داخلان مرحبا با افتخار لیواور سفر یکی از چهره‌های سرشناس که در شبکه‌های اجتماعی تمام اون نمونه‌هایی که ایشان می‌گذارند ملت تاجیک تماشا می‌کنند و پند می‌گیرند مبارک باشد واقعا خردمندانه عاقلانه نمونه‌هایشان پخش می‌گردد و با کمال احترام سخن را می‌دهیم به این چهره شناس. سلام درود به همه شما. یک باره که بلندگویان میدیم با در فکر میافتیم که چی باید گفت. کوتاه میگویم چون در اینجا همه چهره‌هایی هستند که نمایان هستند و این خود یک توجه کردن. ما رو شناختن مهم نیست. چگونه و با کدام راه شناختن مهم است. و بیشتر برای اکثر تکیه بلاگران هم میگفتم که با کار دست زنید که در او راضی باشد. زنده باشید. تشکر بسیار مبارک باشد. مرحمت جایزه را قبول میکنیم. ترسک‌های شما با صدای موسیقی مبارک باشد. سید اکرم شکرو بلاگر از روی نمینت بلاگری مرحبا.
مبارک باشد. مرحبا. یک قرصک بزنید با خاطرشون. محمد حسینov بلاگر خوب در بلاگران چهره موفق محمد حسینov یکی از تحقیقگران اصیل که همه ما شما میشناسیم که در کووید 19 ببینید که چقدر مبارزه برای سالمی جامعه بردند و با ننگ و ناموس ملی برآمد کردند. یک قرصک بزنید با خاطرشون. کامران رحیمزاده از نامیناسی علم و معارف. مرحبا. دکتر تبریک دوستان، تبریک.